حضرت عمر بار تمام حکومت چه در اطرافش جمع کرد. وقتی که در خلافت نشست، یعنی در پادشاهی که نشست بعد ابوبکر صدیق، حضرت در حال سروزیر خیرات کرد، تمام وزیرها تا گرفتن نزد من بیا، تمام شخصیتی که در حکومت من کار میکند همه را در نزد من حاضر کن. همه جمع شدند. حضرت عمر اولین سخنی که گفتند ای بندگان خدا، ناوابسته شما در کدام پایه حکومت من کار میکنید، اولین وظیفه که من در ذمه شما میگذارم این است که نماز در وقتش ادا کنید، بی نماز نباشید. فمن حافظ علیها حفظ دینه، کدام از شما گفت اگر نماز در وقتش میخواند معنای این را دارد که وی دفاع از اسلام کرده است و دین اسلام را محافظت کرده است و دین خودش را محافظت کرده است. و من ضیعها، اگر کدام شما مبادایی که وظیفه شما، مبادای پولداری شما اگر سبب شد و شما نماز ضایع کردین، پس من از شما باوری ندارم که این جمعیت از دست شما آباد شود. شما وقتی نماز ضایع کردین، شما در این مردم مسلمان خدمت کردن نمیتوانید. این سخن حضرت عمر بود روزی که در تخت شاهی نشسته بود. حضرت عمر میدانستند که حدیث پیغمبری خدا را خوانده بودند که ان الله تعالی لا ينظر الى صوركم و الى اموالكم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. و میدانست که پیغمبری خدا گفته بود که ای بندگان خدا هوشیار باشین که خداوند در پولداری شما نظر ندارد، در صورتهای زیبای شما نظر ندارد، در اولاد تو از کدام اولاد اجداد هستی، تو در کدام پایه کار میکنی، به این نظر نمیکنه، بلکه نظر میکرد از پروردگار ما الی قلوبکم و اعمالکم، فقط دلهای شما را نگاه میکنم، عملهای شما را نگاه میکنم که در دل تو چی نیت است و عملی تو چی گونه عمل است. حضرت عمر اینو میدانستند، خدا رحمت و مغفرتشان کنند، و میدانستند که یک زمان موقت من سروری میکنم و فردا که نزد پروردگار رفتم مرا از این نماینده ها میپرسد که اونها را دعوتی بر نماز کردی یا نکردی. چه مبارک بودن حضرت عمر. اگر تاریخ را ورق زنیم باور که انسان آب چشمش داشته نمیتونه. چه مبارک حضرت یک خلافت کردن. باره میگوید حضرت عمر یک معرکه در آمدن که در اونجا محمد ابن مسلمه یکی از آدمای حقیقت گو بود، حقیقت را میگفت. کجروی کدام شخصی را که میدید همون زمان حقیقت را میگفت. و حضرت عمر نزد همین قوم آمد، نزد همون حلقه آمد و گفت ای محمد، گفت ابن مسلمه، تو یکی از آدمهای حقیقت گو هستی. الحال خلافت من چگونه است، پادشاهی من چگونه است. حضرت محمد گفتن، عمر گفتن عدالت تو خیلی بی اندازه بلند است، بسیار یک عدالت کلانی داری. بازم این قدر مالی که در بیت المال جمع می شود، تو چنان دلی تو از دنیا مردگی هست که در تلاش جمع کردن مالم هوس نداری، در مال جمع کردنم هوس نداری. حضرت عمر دوام دادن، گفتن محمد، گفتن
اگر با شرطی که من یکی کجروی کنم چی؟ اگر مبادایی که فردا یک کجروی میکنم، یک احکام پروردگار را میشکنم. این محمد ابن مسلمه گفتن، عمر گفتن اگر تو گفتن کجروی کنی، اگر مبادای یک آیت یا یک حدیث پیغمبری خدا را اگر تو پایمال کنی، من تو را با شمشیر راست میکنم. حضرت عمر گریان شدن، گفتن هزارها شکر به سوی پروردگار که در بین ما قومی بود است که اگر عمر کجروی کند، عمر راست میکند. این چگونه یک آدمی خاکساری بودن. الحال من در همین مسجد امام خطیب هستم. اگر یک نفر یافت شود یک کمبودی مرا گیرد، من غضبناک می شوم. حالا که این کار من نادرست است، باید که من راضی شوم، بگم خوش به حال تو که کمبودی مرا گرفتی. چی مبارک حضرت ذاتی بودن، خدا رحمت و مغفرتشان کند. از همه امر مهم نزد من گفتن این نماز است. کدام از شما گفتن در حکومت من کار میکنید، باید که نماز ادا کنید. بار حضرت میگن مسجد در آمدن دیر کردن، مردم قوم انتظار که حضرت عمر می آید. حضرت عمر نماز قوم میخوانده میدادن، وقت اون زمان پادشاه ها پیش می در آمدن. کمی دیر کردن، قوم بی‌ضابطه شدن، بی سرانجام شدن. به ناگاه حضرت عمر در آمد و نزد قوم عذرخواهی کرد. گفت قسم به خدا، گفت این یک لباسی تری که در بدن من میبینید، این لباسی هست که هم مهمانهای رهدوری را با این قبول میکنم و هم برای مسجد آمدن با همین لباس نماز میخوانم. الحال تر بود، کمی ایستادم تا که یک خشک شود و در بدن کنم آمدن نماز شما را خوانم. در خلافت نشسته بودن، یک کرته در بدن داشتن، هم مهمان قبول میکردن، هم با این نماز مردم میخواندن. الحال سوال های خیلی زیاد است. انشاءالله فکر میکنم در باب نماز کفایت کننده است. خیلی صحبت های زیاد کردیم. 5 جمعه با شما در باب نماز و بی نماز صحبت داشتیم. انشاءالله برای آدمی که اگر یعنی ذره در وجودش ایمان باشد، خدا ترسی باشد، این سخنهای ما البته در او تأثیر میکند و خانواده خدا گفت پیغمبر خدا امر بر نماز میکند. السلام علیکم داملای محترم. خدا شما را نگه دارد. ما از 90 کیلومتر هر جمعه اینجا می آییم و از شما خواهش دارم که یک جمعه در نماز جماعت و جمعه دیگرش در فضیلت علم و علما صحبت کنید و این کاسته ها را ما به شهرهای دور ارسال میکنیم. یعنی انشاءالله این برادر میداند که من چند جمعه خود اعلان کرده ایستادم که بعد سوال جواب در باب نماز جماعت صحبت میکنیم و در باب فضیلت علم و علما و یکی دیگر موضوع ما موضوع سطر هست. انشاءالله این موضوع ها که چند تکلیف ها شدگی هست انشاءالله من صحبت دارم. دوم سوال کردن امام بخاری چند حدیث در کتابش آورده است، امام مسلم چند حدیث در کتابش آورده است و سال تولدشان را میگفتید. امام بخاری که اصل نامش حضرت محمد است، محمد ابن اسماعیل، میگوید که من از بین 600,000 حدیث این امام بخاری میگوید که من 600,000 حدیث جمع کردم از پیغمبر و از بین اینها 7257 حدیث در کتاب صحیح بخاری وجود دارد و همین 7257 حدیث از بس که میگوید یعنی یک تکرار باز شدگی هستند
یعنی یک حدیث 2 بار 3 بار هم در این کتاب که آمدگی هست. از این خاطر حدیث های تازه به تکرارش 4000 هست. و سال تولدش 194 هجری هست. بگیم 184 سال بعد پیغمبر خدا به دنیا آمدگی هستند و 256 هجری از دنیا گذشتن. همگی 62 سال حیات دیدن. در قصه ها می آید که همین باید ما و شما افتخار کنیم که این صحیح بخاری، این بعد قرآن، کتاب معتبرترین در روی دنیا به شمار می رود و این از اولادهای ما و شما هست. از بخارا محمد ابن اسماعیل، پدرشون هم آدمی با تقوا بودن، مادرشون هم آدمی با تقوا بودن. یکی از دوستان پدرش حکایت میکرد در همین کتاب امام بخاری که وقتی در حالت سکرات مرگ بود پدرش اسماعیل، من خبرگیری رفتم و به سوی من گفت ای حجر، گفت حجر بودن این کس، اینقدر حیاتی که من دیدم، گفت قسم به خدا، گفت 1 درهم حرام در خانه من وارد شدگی نیست. 1 درهم حرام در خانه من وارد شدگی نیست. گفت و فرزندهاشم بسیار علاکه خودی همین فرزند محمد ابن اسماعیل خود گواهی میدهد که از چگونه اولاد البته به دنیا می آید. این از حساب لقمه حلال این فرزند به دنیا آمدگی هست. دیگه در خردیش وقتی که این محمد تولد شد پدرشون از دنیا گذشتن. در آوان خردی میگوید همین محمد ابن اسماعیل نابینا شدن. خرد بودن میگوید نابینا شدن. مادرشون بی نهایت غم میخورد و پیوسته شبها نماز تهجد داشت. میگوید زاره و تولا به درگاه پروردگار میکرد که خدایا این فرزند مرا بینا بگردان. شب از شبها میگوید در خوابش حضرت ابراهیم خلیل الله در آمد و گفت ای مادر، گفت این زاره و تولایی که تو به سوی خدا کردی، خداوند دعای تو را اجابت کرد و فرزند تو را بینا گردانی. این مادر میگوید من از جا خیستم، تا زمان پیش فرزند میرفتم صدای همون ابراهیم از گوش من دور نمیرفت. همین صدای می آمد که فرزند تو شفا یافت، فرزند تو شفا یافت. آمدم نگاه کردم که این محمد شفا یافتگی از چشمهاش مثل چشمهای بینا میگه گشاده شدگی بود. 10 ساله بودن که حضرت علاکه حدیث از یاد میگفتن. 10 سالگی ده علاکه حدیث از یاد میگفتن. این هم یک افتخار مردم ما و شما است که ما صحیح بخاری داریم. و امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری سال تولدش 204 هم گفتن، 206 هم گفتن، 216 هجری هم گفتن. و این حضرت 4000 حدیث در کتاب خودش جمع کردگی است که اینش به اینش باز تکرار آمدگی هست. این یک مختصرا جواب این برادری که برای ما گفتن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین یا رب العالمین.